چیکار میکنن بکنن فقط ملت تاجیک پس نزنن. هر ویدیو اتویت چپک که شما میکنن دیگر ملت ها تماشا میکنن. نکنین همی کارتونه. یا اون کس حق نداره که مادر یک کس ات فلان کنی. من نمیخوام که از پشت یک نفره که به خاطر پرسموتر دیگرش میخیزن ملت تاجیک پس میزن من گپ میشنوم. من در این گپ راضی نیستم. سلام علیکم برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. اولا از احوال شما پرسیم، سلامتون نازه، خونگی و زندگی و پدر مادر همتون نازه خوبان و خیر. اگر صحبت کردین و زنگ زدین از روی ما حتما به پدر مادرتون سلام رسونید و خواستیم که امروز فهمیم که آیا به شما چی گونه ویدیو پسند می آید، یعنی چی ویدیو دا شما احتیاج دارین که ما آن همون ویدیو را پیشکش شما گردونیم. البته که ما تا همین روزه یگان کسته اتویت چپک ویدیو براشنی کدگی نیستیم و میخواهیم که کانال آن همین خیلی تازه ماند و به خاطر پرسموتر شده نمیخواهیم یکدیگران پس بزنیم. هموطنانی عزیز، شما میخواهید به تاجیکستان بارهای خود را روان کنید اما خواطر هستید که به دست کی روان کنید. پس برادر شادی بارهای شما را از جای زیستتان گرفته به مکانی میخواستگیتان بردن میرسانند. بارهای شما از دوشنبه سر کرده قرغان تپه، دنغره، کلاب، واسه، همدانی و فرخار با کفالت بردن میدهند. رقم ها در روی اکران. از نام کانال همنوا زنگ زنید. بردباری ها در کسب و کارتون. روز دیگه ما با آنها کار ندارم. چیکار میکنن بکنن فقط ملت تاجیک پس نزنن. همین خواهش میکنم. یوتیوب چیزی آزاده، هر کس میتونه فکر عقیده خودش بمونه و البته که در راه راست. دومینش که کدامی که به خاطر پرسموتر به خاطر پول شده مثال هر خیلی ویدیو میکنند و اقارت چپک میکنند و در کانالشون میگذارن، راستیگه زیبنده نیست. هر ویدیو اتویت چپک که شما میکنین همه دیگر ملت ها تماشا میکنن. دیگر ملت ها تماشا میکنند و پریواد چی داره همی یوتیوب خودش میدروین پریواد میکنن که همی چی گفته استن. اون میگن ایش با ایش ساز نمیگیره. ای بای نکنین همی کارتونه. همون چی کاری در پیش میرین همون خیلی پیش رفتن بگیرین. برای پرسموتر خطونه هر خیلی نکنین. این چی قرآن که مثال مای خیلی میکنم ایش میخیزم مای خیلی میکنم توبه کم. یا اون کس حق نداره که مادر یک کس ات فلان کنی. و بعدا چی گفتنی هستم خواستم که فکر و عقیده شما رو گیرم نسبتی کانالم که درباره چی ویدیو کنم. یک فکراتون رو نویسین که چی ویدیو دا شما احتیاج دارین. یعنی میخوام که فهمم که درباره چی من ویدیو کنم که شما دا پسند می آید و خواهش شما اجرا می شود. چیزی که شما ویدیو میگین من همون ویدیو را تیار کرده پیشکش شما میگردونم. فقط دستگیری میکنین پیش میرویم. ما هم کسته کار نداریم، یا هم کسته گپ زیادی هم نداریم، گپ مون هم حیف هم نمیکنیم. یا خیلی ده من نمیخوام که از پشت یک نفره که به خاطر پرسموتر دیگرش میخیزن ملت تاجیک پس میزن من گپ میشنوم. من در این گپ راضی نیستم. و گفتن که درباره همون جوان اختراعکاره که همه رو به حیرت گذاشت از نوعی فرخار که 380,000 نفر تماشا کرده است این ویدیو رو و خواستیم قطعی همون نفر اینترویو گیریم به خاطر شما. یعنی صحبت آزاد کنیم که سخنهایی که شما کامنتاری که شما کدگین خواستیم قطعا همون کس ما ویدیو کنیم صحبت رو برو که سوالهای شما جواب یابد. و من راست دیگه ویدیو رو الکی تیار کردم. روزهای نزدیک انتظار شوین درباره نرخ و نوای ماشین که چند قدر در سال شده که چقدر ارزش داره، چقدر میفروشش، در آینده باز چی میسازد، چی تکنیکو هسته در فکرش. همش ما گپ زدگیم، همش جواب گرفتگیم. روزهای نزدیک خدا خواهد در کانال همنوا میشد. و یک خواهش دیگر است که
یک سیلکا میمونم در تگ انا همین ویدیو. حتما در اومده ابونه شوید. کانال بهترینه و همین خواهش مرا رد نکنین. باید همون کانال подписчикоша 1000 нафар кунем. Ҳаматон дар омада обуна шавен. Интизорум обуна шавен. Бовгарден биен. дар таги ҳамин видео аст. дар ҷои комментарие ки менависен дар ҳамунҷо ҳам силкаша мемонам. ҳатман дар омада дар ҳамун канал обуна шавен. баъд бием бо гапма давом метим. як-ду сухани дигар дорем. خوش دوستان عزیز، چه خیلی که شما میدونید ما حرکت میکنیم که خواهش شما را اجرا کنیم و البته که چیزی رو که فهمیدن میخواهید حتما با ما رسونین. در بالای اکران میبرای اینستاگرام من است، در اونجا نویسین. من بسیار در اونجا افیر میکنم. حتما در اونجا هم ابونه شوین. فکراتون در اونجا نویسید. فکراتون در کامنتاری انا همین ویدیو نویسید که چی ویدیو کنیم. سلام چت، یکی از بهترین برنامه در تاجیکستان با سرعت و به خطر و البته رایگان است. سلام چت یکی از برنامه با سرعت و به خطر. همه معلومات شخصی شما محفوظ کرده شده است. می توانید باور کنید. با قیدگیری آسان و قلای. تنها با واسطه رقم تلفن خود از قید گذارید. فرستادن صورت، ویدیو، سرود، حجت‌ها و غیره ها. باز می توانید کارت مکان خود را بفرستید. دوستان خود را در یک گروه داخل کرده صحبت خود را دوام دهید. برنامه در مارکت برای زیرکش کردن دسترس می باشد. سلام چت. کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش. هر ویدیویی که من میگذارم تماشا کنید و با دیگران رسانید. آنها هم تماشا کنند و دستگیری شود و من یک قدم دیگر باز به پیش روم و خواهش‌های شما را اجرا کنم. باقی در پناه خداوند باشید. پدر مادران را از نوع سلام رسونید. از این وطنی بدان که صاحب وطنی کفیل قدر و سخنی. در بی وطنی اگر چی صد جان بکنی، در بی وطنی اگر چی صد جان بکنی، گر بی وطنی بی لحد و بی کفنی. از این وطنی بدان که صاحب وطنی. آیا شخص ملت دوستدار و وطن دوستدار این کار را میکند؟ البته نمیکند، چون که وقتی که انسان وطن دوست و ملت دوست باشد نه پدر را و نه مادر خودش را در
شبکه‌های اجتماعی پس می‌زنند. چون که وقتی که ما وطن و ملت رو دوست داشتیم حتما و ما مادر تاجیک رو پدر تاجیک رو روی دست برداریم، چون که اونها زیر تحقیر شما نیستن و شما هم حق ندارین که مادر تاجیک رو پس ندارین.